به توفیق الهی، به فضل الهی، جوانهای عزیز، شماها خواهید دید اون روزی رو که آمریکا و بزرگتر از آمریکا و با همه متحدین آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران هیچ غلطی نخواهند توانست بکنند. خداوندا رحمت و لطف خودت رو بر این ملت عزیز نازل کن. پروردگارا این انگیزه ها، این ایمان ها، این شور معنوی فراوان رو روز به روز در این کشور افزایش بده. از شما برادران و خواهران عزیز تشکر میکنم. به همه مردم عزیز آذربایجان و مردم تبریز هم سلام میرسونم. مننده سلام.